بینندگان عزیز موج سوم سلام. صدای من رو از اهواز میشنوید. از اهواز در مقابل حسینیه ارشاد در استان خوزستان. شوری که اینجا حاکمه رو نمیتونم براتون توصیف کنم. اینها مردم خونگرم و مهربان خوزستانند که امروز آمدن تا وعده خود را با سید محمد خاتمی و میر حسین موسوی تازه کنند. هوای خوزستان، هوای اهواز از امروز صبح به شدت گرم شده، اما مردم مهربان خوزستان از ساعتها پیش اینجا جمع شدند تا ارادت خودشون و محبت خودشون رو به سید محمد خاتمی یک بار دیگه ابراز کنند. من نمیدونم از اینجا با چه جملاتی باید براتون توصیف بکنم این شور و اراده ای رو که اینجا میبینید، برخلاف همه ضد تبلیغ هایی که این چند روزه در استان خوزستان و شهرستان اهواز بر علیه آمدن جناب آقای خاتمی با سخنرانی های ایشون در این شهرستان رواج پیدا کرده بود، اما مردم خوزستان امروز بار دیگر اینجا جمع شدن تا ثابت کنند که این ضد تبلیغ ها فایده ای نداره و این مردم شور دوم خرداد رو هیچگاه از یاد نخواهند برد. من ترجیح میدم کمتر صحبت کنم و با هم دیگه بریم توی جمع این مردم خونگرم و ببینیم که احساسات خودشون رو در مورد این روز و این لحظات چجوری بیان میکنن. واقعا شگفت‌آور جمعیت خیلی خوب اومدن، خیلی خوب استقبال شده. فقط امیدواریم که همه همکاری کنن که واقعا خوب برگزار بشه. به امید پیروزی آقای